و چقدر علما به خاطر دیدن جمال الله حیات خود را در این دنیا در ترمه ها و در زندان ها می گذرانند و چقدر هزارها جوان به خاطر دیدن جمال الله سبحانه و تعالی در این راه شهید شدند. این ارزنده است. جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. مؤمنین و موحدین و مسلمین